شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم پروسه انتخابات یا اکسن که ائتلاف از 150 شبکه‌ها و نهادهای جامعه مدنی بوده و برای تحکیم و حمایت از پروسه های انتخاباتی فعالیت می‌نماید، برنامه مشترک را با پارلمان کشور به منظور اصلاحات گسترده در روند انتخابات طرح نمودند. کنفرانس ملی اصلاحات انتخاباتی شبکه اکسن که به تاریخ 25 اکتبر 1393 برگزار گردید، طی آن از رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواست تا برنامه‌های کاری حکومت را برای عملی ساختن اصلاحات انتخاباتی اعلام نموده و اصلاحات انتخاباتی را قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 1394 عملی نماید. پیشنهادات شبکه اکسن را بیشتر اصلاحات در قوانین انتخاباتی و انتخابات پارلمانی تشکیل میداد که عمده‌ترین آن گزینش، حسابدهی، مستقل بودن نهادهای انتخاباتی، مکانیزم‌های شکایات انتخاباتی، اعلان جدول زمانی انتخابات پارلمانی و همچنین اصلاحات انتخاباتی و تاثیر آن بالای روند انتخابات آینده. اشتراک کنندگان کنفرانس مذکور عبارت بودند از نمایندگان عالی رتبه دفتر ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، ماموریت‌های بین‌المللی، شورای ملی، کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای جامعه مدنی، شوراهای ولایتی، انجمن‌های جوانان و رسانه‌های ملی و بین‌المللی. این هم جریان مکمل این کنفرانس. بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات یک از روندهای بزرگ دموکراتیک در سطح دنیا بوده. مردم به خاطر رسیدن به حقوق مدنی و شهروندیشان در حکومت و در سیاست تلاش بکنه که از طریق انتخابات به حقوق حقی خود دسترسی پیدا بکنن. خود هم در معرض انتخاب شدن و هم در معرض انتخاب کردن قرار میده. پس بنابراین یک اصل بزرگی جهانی است و ملت افغانستان هم در این راستا باید تلاش بکنه که عبور بکنن از نظام‌های دیکتاتوری و نظام‌هایی که بدور از در معرض قضاوت مردم قرار گرفتن برای که قدرت تکه میزنه. آره ایجاب ذکر میکنه که ما در قسمت ساختارش، در قسمت رهبری و در قسمت تشکیلات کمیسیون های انتخاباتی که هر دو کمیسیون باشند، کمیسیون انتخابات که برگزار کننده انتخابات است، کمیسیون شکایت انتخاباتی که در واقع نظارت کننده انتخابات است، باید یک تجدید نظر بکنیم. تجدید نظر ایجاب ذکر میکنه که مشوره نهادهای مختلف باید گرفته شود، گفتگو بکنیم با دیگران تا نظرات جمع شوند و بتانیم از درون همه این نظرات یک طرح جامع‌تر را بیرون بکشیم که بتانه این طرح جامع اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی به دنبال داشته باشه. واقعا اعتبار مردم نسبت به کمیسیون انتخاباتی صدمه دیده و مردم یک نوع به اعتماد شدن به مسئولین برگزار کننده انتخابات و نظارت کننده انتخابات، خصوصا که انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 و شورای ولایتی سال 1393 بسیار به درازا کشید و ما شاهد سر و صداهای تخلفات انتخاباتی بودیم. هم به اعتبار کمیسیون ها صدمه زد، هم به اعتبار دولت افغانستان و دو پیامد منفی را به دنبال داشت. یکی به اعتباری مردم به کمیسیون ها، دو به اعتماد شدن جامعه جهانی نسبت به روندهای دموکراتیک در افغانستان با توجه به اینکه اونها میلیاردها دلار خود مصرف رساند. اینال ایجاد میکنه که یک بازرسی جدی باید صورت بگیره. اول قانون تشکیل وظایف صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی، هر دو کمیسیون انتخابات، هم کمیسیون انتخابات هم کمیسیون شکایت انتخاباتی، اینا اصلاح شوند. اصلاح ازی در مشوره با نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات باید باشه، پارلمان افغانستان باید باشه و دولت افغانستان در مجموع همه اینا باید نظارات خود شریک بکنن و از طرف دیگر افراد یک مقدار واجد شرایط جدیدی که قانون انتخابات بر شرایط وضع میکنه، اینا مجددا در رأس کمیسیون های انتخاباتی قرار بگیرن. یعنی تغییرات در رهبریش هم باید به وجود بیاید در مجموع کمیشنرها و بعد از او یک تعهد ایمانی ملی اخلاقی باید وجود داشته باشه. کسانی که در سطح رهبری کمیسیون انتخابات قرار میگیرن و کمیسیون شکایت انتخاباتی، اینها کوشش بکنن که از قانون تبعیت بکنن و حرکت‌های فراقانونی را انجام ندن و خود را در پیشگاه قانون مسئولین دولت و ملت پاسخگو احساس بکنن. ببینید نهادهای جامعه مدنی در بسیاری از کشورهای دنیا ممید واقع میشه برای حکومت‌های دموکراتیک و
روابطی که بین توده ها و بین دولت میتونه تامین بکنن. علاوه بر وجود پارلمان ها اینا بسیار نقش عمده را داره. اینا چون از متن جامعه میخیزن، اقشار مختلف جامعه را اینا در واقع نمایندگی میکنه، هم از بخش اوناسش، هم از بخش ذکورش، هم از بخش طبقه روشنفکریش، هم از باقی طبقات. به این خاطر ما هم زیاد اهمیت به این موضوع قائل هستیم که حتما مشوره‌های جدی و لازمه با نهادهای جامعه مدنی انجام بدیم که امروز ما شما شاهد اینمی نشستی که در اینجا هستیم به ارتباط آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی، اینمی در واقع توجه کردن و بها دادن به نهادهای جامعه مدنی است. اینا با دادن مشوره، اینا با انتقال تجربیات از کشورهای دیگر و با استفاده از نظرات صاحب نظرهایی که در پانتون هستند میتونه کمک بکنه پارلمان افغانستان و کمیسیون های زیربطه که نظرات دوستا را جمع آوری بکنیم، از مشوره های از اینا استفاده بکنیم. به یقین که اینا هم در مسیر برگزاری انتخابات میتونه نظرات خوب داشته باشه، هم در مسیر نظارت از انتخابات میتونه، چون در انتخابات های گذشته اینا با عنوان ناظرین ملی وجود داشتن و به یقین که نقایص پیش از اینا موجود است و تجربیات خود اینا داره. من به این باور هستم که در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی ما به خاطر انتخاب کمیشنرها یک کمیته گزینش در قانون در نظر گرفتیم. ایجاب میکنه که این کمیته گزینش یک بار دیگه بازنگری شوند و به نظر ما تعمیم داده شود، توصیه داده شود، یک مقدار بگم وسیع‌تر شوند. دوم، کمیسیون انتخاباتی باید با نهادهای معین دیگری باید اینا پاسخگو باشه، مثل پارلمان افغانستان و نهاد ریاست جمهوری. و در مجموع ما شاهد برگزاری یا فعالیت حکومت وحدت ملی هستیم. در تمام مسئولین حکومت وحدت ملی اینا یک مقدار پاسخگویی داشته باشه. ما در قسمت عمل از اینا مستقل هستند. ما در مورد استقلالیت از اینا گپ نداریم. حداقل در جایی که ارتباط با مسائل روند انتخابات نمیگیره، حق کسی و مجموعه طرف میشن، اینا باید یک مقدار پاسخگویی باید داشته باشن. و چیزی دیگری که به نظر من ضرور هست در قسمت سن کمیشنرها هست، ایران باید یک مقدار تجدید نظر صورت بگیرن. نظر من است که اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی خیلی مهم است و اساسی است. شما ببینید ما در روی انتخابات ولس جرگه را داریم، انتخابات شوراهای ولسوالی را داریم، انتخابات شاروالی‌ها و شورای شهر را داریم. پس با این مقدمه میخوایم بگم که اصلاحات در کمیسیون انتخابات خیلی مهم است، خیلی هم مهم است و نقطه نظرات همه مردم و تقاضای از این مردم همینه، به خاطر که مردم سخت بی‌باور شد بالای کمیسیون انتخاباتی و از طرف دیگه اینا پاسخگو باشه. یعنی کمیسیون انتخابات باید پاسخگو به یک مرجعی باشه، یعنی مطلق الاعلان نباشه. و چنانه که شما در جریان بودین، پارلمان خواست که از کمیسیون انتخابات که به پاسخگو باشه و جناب رئیس کمیسیون انتخابات آقای نورستانی گفت که نه، ما با یک کسی پاسخگو نیستیم. روی از یک تغییرات اساسی به انسانهایی که واقعا شایستگی از این داره، لیاقت داره و اطمینان خود دادن در اینجا با وجود به و از طرف دیگه کمیته گزینش فرق بکنه و کمیته گزینش شکلی باشه که نظارت داشته باشه و یک مقدار از اجمالگویی و ابهامی که در قانون وجود داره اینم باید تصریح شود و صراحت داشته باشه. شبکه‌های جامعه مدنی بسیار تاثیرگذاری خود داره و شبکه‌های فعال و اینا نمایندگی از جامعه دموکراسی ما میکنه و اینا بسیار تاثیرگذاری خوب داره در اصلاحات کمیسیون انتخاباتی و در بالاخره چگونگی، کیفیت و در قانونسازی و قانونگذاری و در همه بخش هایی که نیاز است برای اصلاحاتی در کمیسیون های انتخاباتی و میتونه که جامعه مدنی بسیار نقش خوب و حساسی داشته باشه. در واقع اینا نمایندگی از جامعه به نام جامعه دموکراسی ما میکنه، زبان مردم، صدای مردم
و نماینده بالاخره جامعه ما اینا هستند. به نوع اینا مؤثریت خود داره، به شرطی که حکومت فعلی ما و این چانس بده، یعنی این جایگاه را قائل شود برای نیازهای جامعه مدنی. به نام خداوند بزرگ توانا، جا داره که در قدم اول یک مکس در ارتباط با موضوع فعالیت‌های شبکه اکسین داشته باشیم. شبکه اکسین یک ائتلافی است که متشکل از 150 نهاد جامعه مدنی است و این نهادها به خاطر حمایت از پروسه انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه با تمام جوانب زیربط در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت می‌نماید. شبکه اکسین افتخار دارد که در پروسه نهادینه ساختن نظام مردم سالار در افغانستان سهم خویش را ادا می‌نماید. شبکه اکسین با مثابه یک مجموعه بزرگ مرکب از نهادهای مهم و تاثیرگذار مدنی کشور آرزومند است تا با کار مشترک خویش دولت افغانستان و نهادهای برگزار کننده انتخابات را در قبل و بعد از برگزاری انتخابات همکاری و نظارت می‌نماید. شبکه اکسین دریافته است که اعتماد مردم نسبت به پروسه انتخابات پس سال انتخابات 1393 صدمه دیده است. شبکه اکسین اصلاحات انتخاباتی را تنها با مثابه یک تعهد حکومت وحدت ملی نمی‌داند، بلکه این را با مثابه یک امر مهم برای اعاده اعتماد مردم نسبت به پروسه های دموکراتیک توصیه می‌نماید. شبکه اکسین در همکاری با شورای محترم ملی مصمم است که در قالب یک مکانیزم هماهنگی با مجموعه نهادهای مدنی و خبرگان محترم کشور برای ادامه بحث پیرامون اصلاحات انتخابی برنامه‌های متعدد را داشته باشد. ما باور داریم که کنفرانس امروزی تنها یک زمینه برای ارائه سفارشات اصلاحات انتخاباتی نیست، بلکه پروسه مشارکتی است که بزرگان و دوستان حاضر ما آزادانه می توانند ساحات مهم اصلاحاتی را با بست بگیرند. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما شما شاهد برگزاری انتخابات ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1393 بودیم. شاهد برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی مطابق قانون اساسی افغانستان در سال 1393 بودیم. انتخابات دچار یک سری شک‌ها و شبهات شد که همه گفتن پر از تقلب است. حرف و سر و صدا از داخل افغانستان آغاز شد و در نتیجه دنیا هم همزبان شد با افغانستان. گفتن که واقعا تقلبات گسترده در انتخابات رخ دادن. این عامل رخ دادن تقلبات کی بوده؟ کمیسیون های انتخاباتی. اینا نتوانستند با وظایف خود عمل بکنن. وقتی عمل نکردن دوستای ما با وظایفشان در چوکات قوانین نافذی افغانستان، پیامدش و پس منظرش چی بوده؟ از لحاظ اقتصادی گفتن که 6 میلیارد تاوان اقتصادی به افغانستان داشت. ارزیابی را که دوستان در بخش اقتصاد افغانستان کار میکنن اینا این موضوع را گفتن. تاوان بزرگ اقتصادی متوجه یک جامعه شد که در حالت پیمودن یک مسیر پرخم و پیچ زندگی قرار داشت. و از طرف دیگر اعتبار مردم افغانستان نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی پایین آمد. نهادهایی که باید انتخابات برگزار بکنن خود به خود مردمی که باید از مسیر پیمودن انتخابات بتونه با حقوق شهروندی خود دسترسی پیدا بکنن، اینا هم بدبین شدن. گفتن که انتخابات جوابگو نبود نسبت به دموکراتیزه شدن سیاست افغانستان. چیزی دیگری که با عنوان پیامد ما میتونیم سرز محاسبه بکنیم، دنیایی که آمد بودجه انتخابات پرداخت کرد، اونا با عنوان شرکای بزرگ نهادینه سازی روندهای دموکراتیک در افغانستان دست مردم افغانستان گرفته بود و مردم افغانستان در عرصه‌های بزرگی ملی کمک میکرد. اینا هم گفتن که خب ما میلیون‌ها دلار به مصرف رساندیم، آخه بالاخره اون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم بگیریم از انتخابات به اون نتیجه نرسیدیم. و در عین حالی که پارلمان افغانستان در جریان
تصویب قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی وقتی که دو تا خارجی متعلق به ملل متحد را که از آدرس ملل متحد باید معرفی میشد من حیث اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی که را حکومت در آموز زمان و عصر نپذیرفت، او روز میگفت که ما انتخابات مستقل و افغانی میخوایم بسازیم. اما در اخیر ما شما شاهد ازی بودیم که 2 نفر او روز نپذیرفتیم، اما روزگار آماده شدیم که صدها ناظر بین‌المللی را باید در افغانستان قبول بکنیم. ادعای بسیار بلند بالای وجود داشت. عملا ما در روند انتخابات دچار مشکل شدیم. با توجه به این گپ من می‌خواستم عرض بکنم که جایگاه کمیسیون ها جایگاه بزرگی است در برگزاری انتخابات ها. اما رقمی که از نامش پیداست کمیسیون ها باید مستقل باشند، در اجراعات خود مستقل باشند، اما اینا آمدن یک سری کارهای را انجام دادن که اصلا حاضر به این نشد که پاسخگو هم باشند به مردم افغانستان. اینا از جمله مواردی بود که من خدمت شما خواستم عرض بکنم. پس بنابراین ایجاب از این میکنه که باید یک سری اصلاحات دقیق همه جانبه در کمیسیون های انتخاباتی و در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون های انتخاباتی به وجود بیاید. من فکر کنم یکی از این مجراها گرفتن مشوره، برگزاری چنین نشست‌های توسط نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و کسانی که در جریان پروسه‌های بزرگ انتخاباتی اینا نظارت‌های انتخاباتی را دارند و دوستان دیگری که در برگزاری انتخابات‌ها از یک تجربه بزرگی ملی و بین‌المللی برخوردار است، ما بتونیم یک سری مشوره‌های دوستان را در مجموع بگیریم تا اینی که نقایص، کمبودی‌ها و خلاهای قوانین انتخاباتی را بتونیم برطرف بکنیم و ما و شما از این خلاها به خاطر اکمال قوانین انتخاباتی استفاده بکنیم که یک حرکت بسیار فکر کنم که بجا و خوب هست و این حق نگذاریم که ضایع شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر و سپاس از همکاران عزیزی که فرصت فراهم کردند که امروز به مناسبت یک موضوع بسیار مهم و حیاتی و سرنوشت ساز برای آینده کشور بحث و گفتگویی با همدیگه داشته باشیم. من بدون مقدمه و نکات اساسی که مد نظر هست خدمت شما تقدیم میکنم. انتخابات به چه معناست؟ در نظام‌های دموکراتیک یا در دموکراسی‌های رایج در جهان امروز انتخابات به معنای مشارکت در قدرت و تأثیرگذاری بر قدرت است. نتیجه انتخابات چی باید باشه؟ نتیجه انتخابات بیانگر میزان حضور مردم و بازتاب افکار و گرایش‌ها و تمایلات سیاسی حاکم بر جامعه یا موجود در جامعه است. بنابراین اگر انتخابات به معنای مشارکت و تأثیرگذاری بر قدرت باشه و نتیجه انتخابات هم میزان حضور مردم رو بیان کنه و بازتاب افکار و تمایلات باشه، مهمترین سوال و اساسی ترین سوال در خصوص صحت و شفافیت و سلامت انتخابات مطرح میشه. چگونه بتانیم زمینه مشارکت و تأثیرگذاری مردم را بر قدرت فراهم کنیم که سالم و شفاف باشه و چگونه بتانیم در نتیجه انتخابات میزان حضور مردم را مشخص کنیم، چون میزان حضور مردم در انتخابات یعنی مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی، و چگونه بتانیم افکار و تمایلات و گرایش‌های سیاسی موجود در جامعه را ما در آینه انتخابات ببینیم. تا از سلامت و شفافیت انتخابات مطمئن نباشیم به این هدف نمیرسیم. برای تأمین سلامت و شفافیت انتخابات یکی از بحث‌های مهمی که مطرح میشه بحث نظارت بر انتخابات است. جناب آقای عبدو از اوایل قانون اساسی شروع کردن، من از اواخر قانون اساسی شروع میکنم. ماده 156 قانون اساسی میگه که کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مطابق قانون تشکیل میشه. متاسفانه در پروسه های دموکراسی و در انتخابات افغانستان نوپا هست و نووارد هست و تازه کار. اولین اشتباه در ماده 156 قانون اساسی شده.
مطابق دکترین حقوقدانان اساسی یا سیاسی 2 مقام بلکه 3 مقام باید به تفکیک تعریف شود: مقام عامل یا مجری، مقام ناظر و مقام قاضی. اگر مجری یا عامل و ناظر هر دو یکی باشه یعنی همه چیز به هم میرزه و خدا نکنه که جامعه به قسمی باشه که هر 3 وظیفه به عهده یک مقام باشه، که در اون صورت نتیجه بدون هیچ گونه شک و تردید استبداد هست و دیکتاتوری است. پس باید این 3 مقام از همدیگه تفکیک شود. مجری کار خود انجام بده، ناظر کار خود انجام بده، قاضی کار خود انجام بده. ماده 105 اگر قرار اصلاح نظام انتخاباتی صورت بگیره، اول باید از ماده 156 قانون اساسی شروع شود. هم اداره انتخابات و هم نظارت بر انتخابات مطابق این ماده به عهده کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته شده. خود مجری چگونه میتونه ناظر بر عملکرد خود باشه؟ نظارت در یک معنای بسیار ساده، چیزی که در پیشنهاد شبکه یکسین هم آمده بود که نظارت باید شفاف تعریف شود. در یک معنای بسیار ساده یعنی پیگیری انجام یک کار توسط یک مقام دیگه در حال انجام یا بعد از انجام، که آیا مطابق قانون صورت گرفته یا نگرفته. بنابراین من مجری نمیتونم ناظر خودم باشم، باید کسی دیگه نظارت کنه که من کار خودم مطابق قانون انجام میدم یا نمیدم. به همین ملاحظه اگر شما سرگذشت کمیسیون شکایات انتخاباتی رو دقت کرده باشین، با پافشاری و پیشنهاد دوستان بین المللی افغانستان کمیسیون ایجاد شد. اونا خواستن که باید مرجع نظارتی جدا از کمیسیون انتخابات یا مرجع اجرایی انتخابات باشه. در وجود کمیسیون شکایات انتخاباتی ماده 156 قانون اساسی نقض شده، اما متاسفانه تجویز ماده 156 برخلاف دکترین و نظریات حقوقدانان اساسی است. پس اولین کار رو باید از اینجا شروع بکنیم. موضوع مهم دیگری که نیاز به بازنگری و تجدید نظر داره سیستم رأی‌دهی است. سیستم رأی‌دهی در افغانستان SNTV یا سیستم واحد غیر قابل انتقال هست. یک رأی دهنده، یک کاندیدا. برای رأی دهنده در افغانستان آسانترین کار است، چون بالاخره یک نفر از بین کاندیداها پیدا میکنه به همون رأی میده. اما برای کاندیدا و برای نظام انتخاباتی افغانستان مشکل ترین کار، یکی از نقاط اساسی فساد در انتخابات اینمی سیستم SNTV است. چون کاندیدا به هر قیمت شده باید برای خود رأی جمع بکنه، ناگزیر راه‌های غیر قانونی رو در پیش میگیره. او زمان باید از سرایش آزاده رأی بگیره، باید از جاهای دیگر دنبال کسب رأی باشه. چون خیلی سخته که مثلا در ولایت کابل که 33 نفر کرسی در پارلمان داره و نزدیک به 1000 نفر کاندیدا میشه، چه رقمی بتونن رأی تکمیل کنه؟ چون هم رأی هم اکثریت نسبی است، یک رأی هم تعیین کننده میشه. این خودش متاسفانه فسادزاست. تشکر جناب توحیدی وقت ما رو تمدید کردن، اضافه کردن. برای نظام انتخاباتی درد سرساز این سیستم، برای این که زمینه ائتلاف، زمینه همسویی، زمینه جبهه‌بندی های سیاسی را به کلی منتفی میکنه. چون هر کاندیدا دنبال یک رأی در به در میگرده، زمینه همسویی نیست. افراد مختلفی که افکار مشابه دارن دیگه نمیتونن کنار هم دیگه بیاین. احزاب زمینه ورود نداره در این سیستم. لیست یا فهرست لیستی یا فهرست به اصطلاح رای دهنده دیگه رای گیرنده اینجا به معنا میشه. حوزه انتخاباتی ولایت تعریف شده. در حوزه انتخاباتی مثلا کابل 33 کرسی تعریف شده، میشد که این را سیستم تغییر بدیم، یعنی میشه که تغییر بدیم رای به لیست باشه. وقتی رای به لیست شد، نخستین گام اساسی برای انضباط سیاسی در جامعه برداشته میشه.
پارلمان از دید حقوقدانان اساسی و صاحب نظران حقوق عمومی یک نهاد تخصصی قانونگذاری نیست. پارلمان یک نهاد سیاسی است که نمایانگر حاکمیت افکار، ایده‌ها، سلایق و علایق سیاسی در کشور است. بنابراین باید زمینه را فراهم کنیم که پارلمان محل گفتمان ملی شود. افکار مختلف، جناح‌های مختلف، جبهه‌های مختلف، احزاب سیاسی مختلف با افکار متفاوت راه پیدا بکنه. با این سیستم این زمینه اصلاً وجود نداره. از این جهت ضرورت هست که سیستم رایدهی ما یا سیستم رایگیری ما هم تغییر بکنه تا بتانیم زمینه حضور افکار سیاسی را، گفتیم انتخابات نتیجهش باید بازتاب تمایلات افکار سیاسی باشه، چون انتخابات در ذات خود یک پدیده سیاسی است. یک پدیده سیاسی نمیتواند بریده از افکار سیاسی باشه، نمیتواند جدا از تمایلات سیاسی باشه. به این جهت باید این سیستم هم تغییر بکنه. نکته آخر، اصلاح نظام انتخاباتی مورد توافق کاندیداهای محترم پیش از تحلیف بود. دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله هر دو موافقت کردند که نظام انتخاباتی باید اصلاح شود. هم مستلزم اصلاح قانون انتخابات است، هم مستلزم اصلاح نهادهای انتخاباتی است. در قانون انتخابات باید نظام انتخاباتی و سیستم انتخابات و سیستم رأیگیری و سازوکارهای حقوقی قضیه مورد توجه قرار بگیره. برای مشکلی که جناب آقای عبدو گفتن که در سال آخر یا دوره تقنینیه قابل بحث نیست، من فکر میکنم اون سال آخر نیاز به بحث نداره، اون مشخصه آغاز دوره تقنینیه از کجا بود، آخرش هم معلومه. لذا در سال آخر دوره تقنینیه قابل بحث نیست قانون انتخابات، اما راههای دیگری داریم که یه هدف تأمین شود، مشکلی از او بابت نیست. مشکل جدی در نهادهای انتخابات است. نهادهای انتخاباتی متاسفانه مثل سایر نهادهای سیاسی و اداری ما سهمیه‌ای است، نه مشارکتی. ما مشارکت با سهمیه تفکیک نتانستیم متاسفانه تا حالا. مشارکت یعنی این که من فکر و نظر و دیدگاه و ایده سیاسی خود را ببینم در آینه دولت، اداره و هر جایی که هست. سهمیه اینه که باید خود ببینم. نتیجه انتخابات باید میزان حضور مشارکت مردم بازتاب افکار و تمایلات و علایق باشه. نتیجه انتخابات زمانی برای پذیرفته هست که خود را در نتیجه انتخابات ببینم. فکر برای من بی‌معناست، ایده برای من بی‌معناست، اندیشه برای ما بی‌معناست. نقش اساسی که شبکه اکسین و شبکه‌های نهادهای مدنی میتونه داشته باشه این هست که باید با گفتمان مدنی این ذهنیت را در جامعه افغانستان برای ملت شدن این مردم، برای دولت شدن این نظام یا نظام هم نمیتونیم متاسفانه بگیم نظمی که موجود هست، ما نیازمندی هستیم که بیش از این که سهمیه‌ای بیاندیشیم مشارکتی بیاندیشیم. گفتن دیگه وقت تمام شده، من بیشتر از این مزاحمتان نمیشم. پیشنهاد مشخص مایی هست که در رابطه با این مسائل با عنوان همکار و مشاور حقوقی جناب رئیس جمهور آماده هستم با شبکه‌هایی که در این راستان و با این پروسه‌ای که دوستان آمادگی گرفتن همکار باشیم تا با همکاری و همصدایی با هم دیگه به سوی یک بازسازی یا تصحیح نظام انتخاباتی مؤثر و مفید و کارآمد گام برداریم تا باشه که انشاءالله از نظم سهمیه‌ای به نظم مشارکتی راه باز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. الله الرحمن الرحیم. با تشکر از مؤسسه اکسین، دو تا موضوع مهم در رابطه با اصلاحات نظام انتخاباتی مطرح شده. یکی اصلاح قوانین و موضوع دوم هم اصلاح نهادها که در صحبت دوستا هم هر دو موضوع مطرح شد. به نظر ما چند تا موضوع مهم در قانون انتخابات است باید مورد توجه واقع شود و چند تا هم در قانون تشکیل و صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی. در قانون انتخابات
در وضعیت موجود سند معرف رای دهندگان تقلب ساز است. تخمین زده می شود 12 میلیون واجد شرایط رایدهی در کشور وجود داشته باشند، اما بنابر راپورهای کمیسیون بیش از 20 میلیون کارت رایدهی انتخابات طی سالهای گذشته از جانب کمیسیون توزیع شده و میلیون‌های دیگر نیز کارت جعلی وجود دارد. نتیجه همان می شود که به قول رئیس کمیسیون انتخابات آرای استعمال شده در برخی از ولایات بیشتر از واجدین شرایط باشد. موضوع دوم، رایدهی دستی و با اوراق که فعلا صورت می‌گیرد. این نوع رایدهی از یک جانب روند رایدهی شمارش آرا و نتیجه گیری را بطی می‌سازد و از جانب دیگر زمینه تقلب را فراهم می‌نماید و مصارف در هر نوبت انتخابات را نیز بالا می‌برد. راه حل این دو تا مشکل به نظر ما دوستا هم توضیح دادند. توزیع تذکره الکترونیکی و به علاوه توزیع تذکره سراسری ساختن سیستم مربوط به انتخابات و استعمال رای از این طریق می باشد. بر همین اساس در جزء 5 بند الف موافقتنامه آمده است حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی یعنی کامپیوتری را برای تمام شهروندان کشور در زودترین فرصت ممکن تکمیل نماید. لازم است تأکید نمایم بدون توزیع تذکره کامپیوتری انتخابات عاری از تقلب هرگز نخواهیم داشت. و موضوع دیگری که در قانون انتخابات باید توجه شود وصف جرمی دادن به تقلب است. فعلا در تقلب به عنوان یک مشکل اخلاقی برخورد میشه. مجازات هر نوع تقلب، تخلف و تخطی در قانون انتخابات فقط جریمه نقدی است. کاندیدایی که میلیون ها دلار در انتخابات مصرف می نماید پرداختن چند لک افغانی جریمه نمیتواند برای وی جزا به حساب آید. به تقلب باید وصف جرمی داده شود. برای متقلبین فراتر از جریمه نقدی جزاهای مانند حبس، حرمان از حقوق مدنی و حذف از لیست انتخابات و غیره باید در نظر گرفته شود. و نکته مهم دیگر مبهم بودن صلاحیت‌های ناظرین هست. ما در قانون انتخابات هیچ نوع صلاحیتی برای ناظرین نمیتونیم پیدا بکنیم. در قانون آمده است که صلاحیت‌های ناظرین در طرز العمل توسط کمیسیون معین می‌گردد. در نتیجه کمیسیون اجازه نداده است که ناظرین صلاحیت‌های کافی داشته باشند و عملکرد کمیسیون را به صورت همه‌جانبه تحت نظر قرار دهند. ناظرین مخصوصا ناظرین ملی باید صلاحیت‌های کافی و مؤثر در جلوگیری از تقلب داشته باشند. این صلاحیت‌ها باید در قانون انتخابات تسجیل گردد نه در طرز العمل. بسیار خوشحال هستم که امروز تانستیم جمع بسیار بزرگی از نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، شورای ملی و بزرگای ما صاحب نظران داشته باشیم تا ای که بتانیم بر روی اصلاحات انتخاباتی فوکس بیشتری را و جامع‌تری را داشته باشیم. شبکه اکسین در طی جلسات بسیار متعدد و مستمری که داشته نظرات خود در رابطه با اصلاحات انتخاباتی در بخش‌های مختلف، هم قانون انتخابات، قانون تشکیلات و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات و اصلاحاتی که در چارچوب حقوقی و همچنین نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخاباتی باید بیاید روی دست گرفته بودند که خوشبختانه امروز تانستیم که شما را در این جمع با خود داشته باشیم تا بتانیم از نظرات ارزشمند شما هم استفاده کنیم. شبکه اکسین و نهادهایی که در شبکه اکسین حضور دارند خواهان به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی هستند، به خاطری که اصلاحاتی که نیاز هست در این انتخابات بیایه وقتگیر و زمانگیر هست و نیاز به این داریم که ما وقت و زمان کافی را برای آوردن اصلاحات در عرصه‌های مختلف انتخابات داشته باشیم و خواهش ما این هست که بتانیم انتخابات پارلمانی را با انداختن چند ماه به تعویق او را برگزار کنیم.
و همچنین آوردن اصلاحات کوتاه مدت و بلند مدت هست که قبل از اینکه ما سر این بحث کنیم که کدام اصلاحات اولویت دارن، باید شناسایی شود که کدام اصلاحات باید در دراز مدت آورده شود و کدام اصلاحات در کوتاه مدت باید سرش کار شود که بعد از او با همکاری نهادهای ذی‌دخل تصمیم به اجرای این اصلاحات داریم. پیشنهاداتی برای اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی و یعنی ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی و کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات داریم. پیشنهادات برای اصلاحات ساختار کمیته گزینش، همین قسمی که دوستا اشاره کردن، برای گزینش اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی. قسمی که قبلا هم صحبت شد، یک موضوعی که بسیار مهم هست اصلاحات در قوانین انتخاباتی هست تا اینکه بیس قانونی داشته باشه. تمام اجراعات ما به اساس قانون صورت بگیره و ما نیاز داریم که در قوانینی که حداقل میتونیم تا اندازه‌ای که توان داریم برای انتخابات پارلمانی تغییرات مثبت وارد کنیم. و همچنین قسمتی که بسیار مهم است، یک مکانیزمی ساخته شود برای نحوه جوابگویی و پاسخگویی کمیسیون‌های انتخاباتی. قسمی که در انتخابات گذشته ما شاهد از این بودیم که کمیسیون‌های انتخاباتی متاسفانه یک مکانیزم مشخص برای پاسخگویی و جوابگوییشان وجود نداشت و هیچ نهاد دیگه‌ای خودم ملزم به پاسخگویی اونا نمیتونستن داشته باشن که ما سر یک مکانیزم مشخص میخوایم سر این بار کار صورت بگیره که دوستای ما از فیفا، ایوا و دموکراسی واچ سر منطق و سر جزئیات پیشنهادات به نوبت صحبت میکنن. تشکر از حضورتان و امیدوار هستم که در ختم برنامه امروزی ما بتانیم که یک دستاورد بسیار خوب داشته باشیم تا اینکه عملاً بر روی اصلاحات انتخاباتی یک جای بتانیم که کار آغاز کنیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که گفته شد واقعا بحث اصلاحات انتخاباتی یک بحث بسیار مهم و ضروری است و ما ناگزیر هستیم که اصلاحات گسترده را در عرصه انتخابات و ساختارهای انتخاباتی به بار بیاریم. بحث اصلاحات ما به دو بخش تقسیم میکنیم. اصلاحاتی که فعلا ما بیشتر تمرکز میکنیم سر تعدیلی که باید در قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود بیاد و همچنان اصلاحاتی که ایجاب میکنه که بعداً در طولانی مدت سرش کار شود و ما منتظر هستیم که دولت افغانستان هر چه زودتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را که به او متحد شدن او را به خیر ایجاد بکنن و به او همکاری بکنیم. ایجاب میکنه که سر دو موضوع بحث بکنیم. یکی مسئله گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی و بحث دوم مسئله پاسخدهی و اکاونتیبیلیتی که میگن به کمیسیون های انتخاباتی با کدام نهادها باید باشه. در بحث گزینش ما تجربه کردیم که در قبل اعضای کمیسیون انتخاباتی از طرف رئیس جمهور مستقیما تعیین میشدند. این بحث تشویش‌هایی را در بین جامعه به بار آورده بود که یعنی نهادهای انتخاباتی بیشتر تحت تاثیر مستقیم رئیس جمهور و ریاست جمهوری یا اراکین بلندرتبه دولتی هستند که نمیتونن مستقلانه اجرات خود به پیش ببرند و ناگزیر هستند که وابسته باشند. در انتخابات قبلی زمانی که قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخاباتی سرشکار شد به تصویب رسید، یک کمیته که به نام کمیته گزینش تسجیل شده بود سرزو کار شد که تقریبا یک مکانیزم مشورتی و تا جای هم رئیس جمهور محدود ساخته بود به چند کاندیدی که از طرف کمیته گزینش معرفی میشد. اما ما دیدیم که باز هم در اون قسمت بعض کمکاری‌ها یا نارسایی بودن که ایجاب میکنه که اصلاح شود. در کمیته گزینش اول در قسمت ساختارش ما پیشنهاد میکنیم که کمیته گزینش به ترکیب زائد دارای 5 عضو باشد. اول عضو شورای عالی سر محکمه به انتخاب خود اعضای شورای سر محکمه، در حالی که در قبل خود رئیس شورای سر محکمه بود و دلیلش این بود که چون موقفش شناخته شده بود و بیشتر میتونست که تحت تاثیر و اعمال نفوذ قرار بگیره. دومش عضو کمیسیون حقوق بشر به خود انتخاب خود اعضای کمیسیون، یعنی رئیس نباشه و از بین اعضا خودشان انتخاب بکنه به عنوان عضو از کمیته. عضو مشان جگه به انتخاب هیئت رؤسایشان
سابق از رئیس سنا بود که ما گفتیم که بحث خوب است که در بین انتخابی شود و از طرف شورای یا هیئت رئیسیشان این عضو انتخاب شود و یک نوع توازن بین نهادهای دولتی و غیر دولتی در نظر گرفته نشده بود در کمیته قبلی. ما یک نماینده از جامعه مدنی داشتیم و بیشتر نقششان سمبولیک بود. در این طرح ما می‌خواهیم که حداقل ما دو عضو نمایندگی نهادهای جامعه را با ترکیب جنسیتشان در کمیته گزارش داشته باشیم. اجرات از این کمیته قسم باید باشه که دفعه قبل این کمیته بدون اینکه یک طرز عمل بسیار واضح مدون داشته باشه و کارش هم بسیار شفاف باشه شروع به کار کردن. ما می‌خواهیم که این بار این کمیته زمینه که اعضایش مشخص میشه به خاطر تنظیم اجرایشان اجرای مربوط به کمیته اجرایی داشته باشه که مرکب از 3 تن باشه و به صورت موقت استخدام شوند. و مسئله بودجهشان بسیار مهم است که زمانی که کمیته کار میکنه دفعه قبل بیشتر مصارفش و مسائلش مشانچه که بازش گرفته بود. میخوایم که دولت برای یک بودجه مورد نیازش هم فراهم بکنه. و در قسمت مراحل گزینشش ما میخوایم که این بار کمیته گزینش یک بانک معلوماتی منظم را غرض ثبت و تنظیم درخواست‌های متقاضیان یا درخواست کنندگان تهیه بکنند که صورت دسترسی تمام افراد به او متضمن باشه، اسناد متقاضیان و اشارت از او برای مردم دو درج شود. کمیته بررسی اسناد و درخواست‌های متقاضیان را به صورت علنی در حضور نهادهای مشاهد و مطبوعات انجام داده و به صورت شفاف لیست ابتدایی نامزدان را تهیه و ترتیب نماید. در ضمن کمیته باید لیست ابتدایی نامزدان را غرض دریافت اعتراضات و یا شکایات از شهروندان از طریق مطبوعات و سایر امکاناتی که در قانون تعریف می‌گردد باید قرار بده تا به بررسی شفاف اعتراضات هم بپردازند. کمیته گزارش باید با متقاضیانی که در لیست ابتدایی رای یافتند قبل از ارائه لیست نهایی به رئیس جمهوری با آنان مصاحبه را هم راهاندازی نمایند. بعد از بررسی اعتراضها و اجرای مصاحبه ها کمیته گزارش باید لیست نهایی کاندیدان را در 2 برابر کرسی های کمیسیون ها به رئیس جمهوری ارائه بکند. رئیس جمهور از لیست نهایی کاندیدان به تعداد کمیشنرها را ما هم سرش مکس کردیم، گفتیم که در کمیسیون انتخابات ضرورت به 9 نفر کمیشنر شاید نباشه، اگر ما او را به 7 نفر تقلیل بدیم، چون شما اگر مطالعه بکنین در کشورهای دیگه هم تعداد کمیشنرها 3 4 و یا 5 هستند، یعنی زیاد کمیشنرها نیستند. برای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات هم سابق 5 بود، ما او را به 7 اعتقاد داریم به خاطر که در تصمیم گیریشان و حسابشان یک مشکل داشتن. بنان به تعداد 14 نفر برای هر کمیسیون این کمیته برای رئیس جمهور معرفی می‌کنه لیستشان و رئیس جمهور از بین ازا فقط امو 7 نفر انتخاب میکنه و به عنوان یک بسته پیشنهادی برای ورودی افغانستان به خاطر کسب رأی تاییدی نه رأی اعتماد باید ارسال بکنن. در صورتی که کدام مشکل یا در قسمت تایید از او باشه ورودی افغانستان دلایل آن را کتباً به رئیس جمهوری باید ارسال بکنه و خواهان معرفی عضو جدید از بقیه کاندیدان که در لیست نهایی رای یافتند بگردند و رئیس جمهور او را باید در مدت 10 یا 15 روز او را معرفی بکنه. مسئله حفظ اسناد و آرشیو کار کمیته گزینش است که کمیته گزینش باید گزارش کاری خود را ترتیب و آن را از طریق وبسایت کمیسیون انتخابات و مطبوعات به نشر برسانند. تمامی اسناد و بانک معلوماتی کمیته بعد از ختم کار در کمیسیون انتخابات آرشیو و نگهداری شود تا قابل استفاده باشه برای دوره بعدی هم. و در قسمت پاسخدهی کمیسیون انتخاباتی قسمی که بزرگوارا به اشاره کردن ما هم طرفدار هستیم که ضمن از اینکه ما حمایت میکنیم از اجراءات مستقل کمیسیون انتخاباتی در ضمن باید یک نوع مکانیزم پاسخدهی هم در قانون سرشکار شود. اولی که فرض مسلمی اخذ رأی تاییدی که از لوسیجگا میگیرند در ذات خود یک نوع پاسخدهی رو بار میره. دومی که ما که مطالعه کردیم دیگه کمیسیون ها در اخیر سال گزارش های سالانه را با وزیر افغانستان را میکنن ولی این کمیسیون ها کدام گزارش را ایران نمیکنه. بنان خوب است که در قانون تسجیل شود که هر دو کمیسیون در ختم سال باید گزارش کاری سالانه خود با وزیر معرفی بکنن یا روان بکنن و همچنین از طریق مطبوعات رو به نشر برسانند. مسئله زمینه‌سازی برای حضور جامعه مدنی و رسانه‌ها برای مشاهده و نظارت از جلسات کمیسیون ها بسیار مهم است، بخصوص در قسمت تصمیم‌گیری که میگیرن. بنان خوب است که جلساتشان علنی باشه و زمینه نظارت و مشاهده بر ناظرین و مطبوعات فراهم شود، همچنین مطابق قانون دسترسی به معلومات. مسئول بودن خود کمیسیون ها ما سر بسیار فکر کردیم که با کمیسیون با کی مسئول باشه، با کدام نهاد مسئول باشه. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که باید در ولسی جگه یک کمیسیون ایجاد شود
به نام کمیسیون نظارت بر امور انتخابات در پالوی کمیسیون های اجدگانه و این کمیسیون از نزدیک با کمیسیون های انتخابات کار بکنه، همچنین با نهادهای مدنی، نهادهای ناظر، تا هم بحث ریفرم انتخابات، هم بحث سایر مسائل انتخاباتی تقریبا منظم تعقیب شود. و بحث نظارت از انتخابات، شما میفهمید که کمیسیون انتخابات در قانون اساسی هم مسئله اداره است و هم مسئله نظارت است. در قانون بحث نظارتش هیچ تعریف نشده. خوب است که ما باید بحث نظارت کمیسیون انتخابات هم در قانون تعریف بکنیم. مسئله ادارش حل است ولی نظارتش واضح نیست. مسئله دیگه مسئله فردی کمیشنرها هستند و رئیس اجرایی هستند. بلخی صاحب پیشتر اشاره کردن که ما در قانون صرفا صلاحیت رئیس و نهاد تعریف کردیم، اما مسئولیت افراد و اعضا بسیار واضح نیست. بنابراین خوب است که ما مسئولیت های ازیا را در قانون به شکل واضح تعریف بکنیم، هم از اعضا و هم از رئیس دارالانشا. مسئله پیش بینی حالات عزل تعلیق وظیفه اعضای کمیسیون و رئیس دارالانشا در قانون واضح نیست که ما خوب است که باید واضح کنیم که در کدام حالات یک عضو وظیفهش برای تعلیق میاد یا عزل میشه و کی او را میتونه که عزل بکنه. و مسئله تعریف امتیازات که در قانون ما نداریم، خوب است که امتیازات اعضای کمیسیون هم باید در قانون تعریف شود و بحث تامین شفافیت مالی، گزارش‌های و راپورهای مالیشان از مصارفشان به صورت سالانه باید به نشر برسد. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همکارایم در شبکه اکسین که فرصت رو ایجاد کردن. من در رابطه با مکانیزم شکایات بحث کردم. مکانیزم شکایات دوستای عزیز شما میفهمید بسیار مهم است در تمام دنیا در پروسه انتخابات. چرا؟ معادلانه بودن و مشروعیت دادن به پروسه را این مکانیزم اگر کارا باشه تضمین میکنه و اگر هر مقداری ناکارا باشه طبعا صدمه‌اش به انتخابات میرسه. ما در چند انتخاباتی تاثیرات دیدیم، مخصوصا در 2004 تاثیرات از این مکانیزم دیدیم و طبعا در تعیین ایجاد از این مکانیزم هم در قانون هم در عمل دقت لازم صورت گرفتن نشده بود. پیشنهادی که ما داریم در اینجا بر اساس چند مسئله است. یکی است که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات باید هر دویش یکسان مسئول پروسه نباشه. یکی از نهادها باید عمده‌ترین و اولین مرجع مسئول بر انتخابات باشه که مورد بازپرسی مردم افغانستان و ادارات دیگر قرار بگیره. بدبختانه ما هر دو کمیسیون به حالت موازی با تشکیلات موازی با بودجه یکسان قرار دادیم که به نظر ما این از یک نظر خود اعتبار کمیسیون انتخابات صدمه زد و از طرف دیگر تداخل صلاحیت‌ها را به وجود آورد. توقع مردم بسیار چاق و کلان شد مخصوصا در رابطه با شکایات که این بار باید این مکانیزم در این رابطه اصلاح شد. بودجه را که برای از ما مصرف میکنیم با نظر داشت توانایی بودجوی دولت افغانستان نیست. این درست است که کمیسیون انتخابات مرجع اصلی است، نیاز است که برای بودجه بیشتر داده شود، اما ما باید مکانیزم شکایات به رقمی تنظیم بکنیم که در قانون که کمترین بودجه را بتونه برداره. و همچنان مسئله پاسخدهی بسیار مسئله مهم است که به این مکانیزمی که پیشنهاد میکنیم توجه کردیم. مسئله از این که حق مرافع خواهی مردم و شاکیان رعایت شود به این توجه کردیم. این کمیسیون چه قسم ما پیشنهاد کردیم که البته متن کتبیش و جزئیات به دوستا در پارلمان ارائه خواهد شد. در رابطه با نحوه ایجاد از این کمیسیون ما این کمیسیون دو مرحله‌ای مد نظر گرفتیم یا در پیشنهاد ماست که مرحله اولی از این توسط یک اداره و مرحله دومش باید توسط دیگه اداره دیگه. مرحله اولی از این باید با در نظر داشت امکانات فعلی که ما داریم و از نظر از این که باید بودجه کمتر مصرف شود در چوکات خود کمیسیون انتخابات باید تطبیق شود. یعنی کمیسیون انتخابات هم قسمی که کمیسیون مطبوعات می سازه باید در یک مقطع حداقل یک ماه پیش از ثبت نام رای دهنده یک کمیسیون شکایات را یا یک دیپارتمنت کلان شکایات را در داخل کمیسیون بسازه و همچنان توسط لوایح و مقررات باید استقلالیت لازم کاری را برای این کمیسیون بده تا این کمیسیون مستقیما به کمیشنرها جوابدهی باشه و زیر اثر اجرایی نباشه. و این کمیسیون باز کمیته های خود داشته باشه در تمام ولایات. خوبی از این در چیست؟ خوبی از این در این خواهد بود که ما از قبل دفاتر کمیسیون انتخابات داریم و هر زمانی که کمیسیون شکایت علایده تأسیس کردیم با 3 ماه 4 ماه گذشته که ما تانستیم که بریم یا در داخل کمیسیون انتخابات یا تعمیرهای جدا بگیریم و این سخت صدمه زده این پروسه
اعتراضات و شکایات. بنابراین از قبل ما دفاتر داریم. اگر کمیسیون انتخابات مرحله اول و دوش میگیره، از قبل برش امکانات، دفاتر، همه چیز داره و آغاز کار شکایات به تأخیر مواجه نخواهد شد. نگرانی که وجود داره که گویا خود کمیسیون چطور، معظم خاطر مرجع دومی باز بیرون از کمیسیون است. در صورتی که کمیسیون در بخش اجرات در شکایات درست کار نکنن، بررسی شکایات، طبعا مرجع دیگه است که با اونا پاسخگو است. باز اونا از مرحله استئناف خواهی را اونا بررسی میکنن و پیش میبرن. کی هم از طرف دیگه در قانون انتخابات اگر ببینیم امیال صلاحیت تفتیش، قرنطین، بررسی، شمارش دوباره به کمیسیون انتخابات داده شده. این خودش یک نوع صلاحیت‌های شب قضایی است بدون از اینکه مرحله اول شکایات باشه. و ما شما دیدیم همزمان کمیسیون انتخابات یک باری کار اجرا میکنه در پروسه، باز کمیسیون شکایات میایه همزمان یک باری اجرا میکنه، باز در مرحله دوم در کابل کمیسیون مرکزی شکایاتی کار اجرا میکنه. یعنی با وجودی که 2 مرحله از قانون 3 مرحله میشه. بنابراین از قبل چون به کمیسیون انتخابات صلاحیت‌ها داده شده، صلاحیت‌های مشابه، خوب است که مرحله اول توسط کمیسیون انتخابات پیش برده شد. اعضایی را که ما در این رابطه برای کمیسیون مرحله اول سرش تاکید میکنیم، اینا باید افراد شایسته باشه بر اساس شرایط خاصی که همون توانایی مسلکی از ایناست، تحصیلات عالی در رشته حقوق و شرایط که بسیار نزدیک است با مسائل قضایی و همچنان تجربه کاری در انتخابات و تجربه پژوهشی در امور انتخابات. این مسائل و سن سال همین از این طوری ما پیش بینی کردیم که تا اندازه زیادی استقلالیت عمل کارمندای کمیسیون شکایات در مرحله اول تضمین بکنه. کمیسیون مرحله دوم ما چه قسم تنظیم کردیم یا پیشنهاد ماست؟ این یک کمیسیونی است که به خاطر از اینکه زود ایجاد شود، چرا ما در طرح ما تلاش ما این بوده که هم مسئله بودجه، صرفه‌جویی بودجه و هم صرفه‌جویی وقت باشه. چرا در کشور مثل افغانستان اگر شما مدل بسیار کلان قوی را به شکل میسازین که کمیته‌های مختلفی درگیر باشه در گزینش، شاید بسیار وقتگیر باشه، بعضی از به نتیجه زود نرسه و این باز تأخیر در پروسه شکایات به بار میاره. ما مرحله دوم چه قسم گرفتیم؟ ما گفتیم که پیشنهاد ما است که باید کمیسیون مرکزی شکایات که مرحله دوم شکایات بررسی میکنه از 7 نفر تشکیل شده. از 7 تن 5 تن از اینا اعضای دائمی هستند که افغان هستند و اینا توسط ادارات معتبر معرفی میشن، از جمله شورای عالی استره محکمه، از طرف کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، از طرف انجمن حقوقدانا، انجمن وکلای مدافع و یک تن از جامعه مدنی به طور انتخابی. 2 تن دیگه را که ما میگیم 2 تن دیگه اعضای بین المللی ناظر باشه در اینجا، یعنی حق رای ندارن، حق تصمیم گیری را ندارن و نمیتونن اعمال نفوذ بالای تصمیم گیری کمیسیون بکنن، ولی لااقل حضور نظارت کننده دارند که میتونن هم تجارب بین المللی را در اختیار کمیسیون قرار بده و هم اطمینان باشه برای احزاب سیاسی، کاندیدایی که در بیرون است که قضایا از این مورد بررسی کمیسیون قرار میگیره، اینا اطمینان لازم داشته باشه که 2 چشم بیرونی یا بی‌طرفی بین المللی وجود داره، بنابراین طبعا اجرات در این کمیسیون به طور درستش پیش میره و با مشکل مواجه نمیشه. البته در رابطه با تشکیلاتش بود. نحوی رسیدگی به شکایات ما طوری چیز کردیم که من قسم که گفتم طرز العمل‌های خاصی باید از طرف کمیسیون مرکزی ساخته شود که کمیسیون مرکزی خودش در پالی ازی که مقررات طرز العمل‌ها را میسازه، نقش نظارتی از کمیسیون‌های ولایتی که داخل کمیسیون انتخابات است ایرا انجام میده و میتونه که اطمینان بده که اجرات هم در مرحله اول خوب پیش میرن، در مرحله دوم. در رابطه با مسئله پاسخدهیش اما قسم که دوستا در رابطه با کمیسیون انتخابات چیز کردن، بعضی معیارها مشترک است. مثلا علنی بودن جلساتی، کمیسیون شکایات باید مکلف باشه در قانون انتخابات که جلساتش علنی باشه. از شفافیت و ارائه معلومات عند الموقع و باید جوابدهی باشه، هم به مردم هم به کاندیدا و امکانات لازمه در این زمینه داشته باشه، هم جز از مکلفیت‌هایش باشه. تفکیک در بین صلاحیت‌های فردی و جمعی از این کمیشنرها و کارمندای ارشد وجود داشته باشه که هم تا اندازی چیز میکنه. همچنان اینا باید با یک کمیته دیگه که شاید همون کمیته را که دوستا برای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کردن، یک کمیته واحد باشه که از هر 2 کمیسیون پاسخدهی بکنه، ولی در این زمینه باید با
طرزالعمل‌های بسیار به دقت ساخته شود طوری آمنی که استقلالیت کمیسیون زیر سوال بره. یا از ادارات چرا استقلالیت مسئله دیگه است که ما هم می‌خوایم که استقلالیت، مسئولیت ایره هم برای کمیسیون بتیم، ولی در این حال پاسخدهی باید مکانیزمش به اون اندازه شدید و خشن نباشه که استقلالیت کمیسیون از زیر سوال ببره مسئولیت کاری و شغلی کمیشنرها را در این زیر سوال قرار بده. بنا میتونه یک کمیته باشه مقسم که دوستان برای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کردن، ولی در حال میخواهیم که کمیسیون شکایات یک مرجع باشد معقد نه دائمی که بودجه کمتر ببره، زودتر ایجاد شود و کار آغاز شود، از ادارات معتبر هم در او باشه و توسط دو اداره جدا از هم دو مرحله پیش برده شود که میتونه تضمین کننده شفافیت و دقت در کارم باشه. و از طرف دیگه هم کمیسیون انتخابات هم ایاده حیثیت شود، من حیث مسئولی درجه که پروسه به رسمیت شناخته شود. تشکر دوستان. اگر سوالاتی بود باز در جریان جر و بحث به او خواهد پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، در توافقات سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی در مورد پروسه انتخابات 4 موضوع مد نظر گرفته شده. اول برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات ولسی جرگه. دوم سرحدات ولسوالی ها باید تعیین گرده، به خاطر از اینکه وقتی که ما سرحدات ولسوالی را نداشته باشیم نمیتونیم انتخابات شورای ولسوالی را به پیش ببریم. تذکره الکترونیک به مثابه کارت رایدهی توزیع گردد و همچنین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید تأسیس گردد. این 4 موضوعی است که حکومت وحدت ملی، رئیس صاحب جمهور دکتر صاحب اشرف غنی و همچنین رئیس اجرایی دکتر صاحب عبدالله با او موافقه کردند و ما امیدوار هستیم که در پی تقاضای ما از حکومت وحدت ملی که به زودترین فرصت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کنند، چیزی که در توافقات سیاسی مد نظر گرفته شده، به خاطر از اینکه کارهای زیادی در پیشرو است تا ما بتانیم که مردم افغانستان دوباره مطمئن بسازیم که به طرف صندوق‌های رای برن. مسئله دوم مسئله قانون اساسی است. ما وقتی که در مورد تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه صحبت میکنیم، ماده 83 قانون اساسی بسیار صراحت داره که دوره کار ولسی جرگه در اول سرطان سال 5 بعد از اعلان نتایج انتخابات خاتمه میپذیره. امی مسئله که قاضی صاحب اینجا تشریف دارن، ما نمیخوایم در کار از نو مداخله کنم، مگر به حیث شاگرد حقوق میتونم میره بگویم که این به معنای عزیز که اگر انتخابات به تعویق میفته به دلایل مختلفی که در مورد از او صحبت خواهد کردیم، خود شرط اعلان نتایج انتخابات به معنای عزیز که خلای قانونی به وجود نخواهد آمد و کار ولسی جرگه میتونه تمدید پیدا کنه و انتخابات هم باید 30 الی 60 روز پیش از اول سرطان برگزار شود، یعنی از اول ثور تا اول جوزان. در قانون انتخابات چند مشکلی که کمیسیون انتخابات مشکلات زیاد داره، 2 مشکل دیگر هم اضافه ساختن بر بالای کمیسیون انتخابات. اول حوزه انتخاباتی بر کوچی ها به 7 حوزه تقسیم شده و این 7 حوزه به اساس رای اکثریتی که از هر حوزه انتخاباتی 1 نفر مرد کوچی میه به ولسی جرگه تعیین شده و بر خانم‌ها تمام افغانستان 1 حوزه انتخاباتی است که از نگاه برگزاری انتخابات مشکل عملیاتی خود داره. و از طرف دیگه هم نظر به فرمان تقنینی رئیس جمهور سابقه افغانستان، 1 کرسی که برای افغانهای برادر دوست و سک و هندوی ما هستند، تمام افغانستان 1 حوزه انتخاباتی مد نظر گرفته شده. یعنی برای فعلا ما نظر به قانون نافذ افغانستان 249 کرسی در ولسی جرگه نداریم، بلکه 250 کرسی داریم که این هم از نگاه عملیاتی مشکلات خود داره. مسئله بعدی مسئله اعتماد مردم است. شما میفهمین که با درازا کشیدن پروسه انتخابات در افغانستان و همچنان جنجالی شدن انتخابات، ما در پایین ترین سطح اعتماد مردم به پروسه انتخابات قرار داریم که یکی از سروی‌ها نشان میده که اضافه از 65% مردم افغانستان دیگه نمیخواین به طرف صندوق‌های رای برن. مسئله بسیار مهم ظرفیت‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات است. من مطمئن هستم که در کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیت‌های تکنیکی بسیار خوب وجود دارد، مگر متاسفانه در رهبری بازوی اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات یعنی دارلین شاه ما یک خلای مدیریتی و مسلکی بودن می‌بینیم که با وجود اینکه کادرهای بسیار ورزیده در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد، در دارلین شاه ما فقدان مدیریت و فقدان مسلکی بودن بازوی اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات می‌بینیم
و با تایید گفته های محمدی صاحب که مسئله کمیسیون انتخابات همون سهم بندی بود نه مشارکت و مشکلات زیاد در پروسه گزینش اعضا وجود داشته و مسئله آخرم مسئله توزیع تذکره الکترونیکی است. دکتر صاحب لودین از کسایی بودند که ما پیش از انتخابات 2009 چندین بار رفتیم با کابینه و همراه وزارت داخله جنجال داشتیم که به جای از که در حدود 100 میلیون دلار برای ثبت نام دوباره رای دهنده استفاده شوید بگیریم تذکره الکترونیکی را توزیع کنیم و همچنان در توافقات لندن در سال 2007 دولت افغانستان متحد شد که تذکره الکترونیک باید باعث کارت رایدهی در انتخابات آینده افغانستان استفاده شد. متاسفانه که گوش شنوا در حکومت افغانستان وجود نداشت. و حالا میرسیم در بحث آخر ما که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید به زودترین فرصت بازم تکرار میکنیم ایجاد شود تا ما مردم افغانستان مطمئن بسازیم که رای از اینا تعیین کننده است. به خاطر از اینکه اساس جمهوری اسلامی افغانستان اراده آزاد مردم است. این اراده آزاد مردم افغانستان است که ما رئیس جمهور داشته باشیم، پارلمان داشته باشیم، شورای ولایتی داشته باشیم، شورای ولسوالی داشته باشیم، حتی تا شورای قریه. به این خاطر پیشنهاد شبکه جامعه مدنی عکسی نیست که انتخابات ولسی جرگه به تعویق بفته تا در یک فضای مطمئن ما بتانیم اصلاحات لازم انتخاباتی را در پروسه انتخابات به وجود بیاریم. یکی به چقدر وقت به تأخیر بفته این موضوعی است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که نظر به توافقات سیاسی به وجود میاد در مورد از او تصمیم خواهد گرفتن. تشکر. سوال دارم. سوال اول من متوجه آقای اسکندر میشه. اینا پیشنهاد کردن که کمیسیون انتخابات در دو مرحله کار بکنن. یک گروهش وقتی که کارش انجام میشه بعد گروه نظارتی و یکی هم کمیسیون شکایات انتخاباتی داریم. آیا از دید از اینا یک تورم ساختاری به وجود نمیآید و بر علاوه از اینکه ما چندین نهاد دیگه هم به اتفاق ناظر داریم، دیدبان دموکراسی، دیدبان انتخابات، دموکراسی، فیفا. این سوال ما سوال دوم هم توجه آقای محمدی میشه. دکتر محمدی، ما در قانون انتخابات قبلی مشکل داشتیم و یک ماهی سرگشاده افغانستان برای رئیس جمهور متاسفانه با نگرفت و مشکل زنای افغانستان این بود که همون سیستم کوتا یا تبعیض مثبت که 25% بود در شوراهای ولایتی و به 20% کاهش پیدا کرد و در شوراهای ولسوالی با وجودی که در مساوده بود او کاملا حذف شد و اگر ما در رویکردهای اجتماعی تغییر وارد میکنیم باید از دید حقوقی وارد شود و زنان در آسیب پذیر هستند به خصوص در روستاها. اگر قانون دوباره تغییر میکنند صدای زنای افغانستان است که این دو موضوع در نظر گرفته شود. از دید شما آیا این گنجایش دارند یا نه؟ تشکر. پشت سر خانم عالمه و همکار ما کردیم. غیر قابل انتقاد یا همان رای واحد صحبت کردن، گفتن که مزایای بیشتری داره، میشه که این انتقاد بیاد به یک رای دیگه. در صورتی که رای غیر قابل انتقاد گفتیم که این بیشتر است برای اعضا، در صورتی که ما در تجربه این داشتیم که در انتخابات گذشته سیاسی افغانستان. تشکر. و مویستان خانم بتیم من محفظ الله تراب د زویم لیکوالیم او آزاد ژورنالیست یم. پوښتنه مې دا ده چې په تېرو ټاکنو کې د مدني ټولنې چې وي د دوی د غړي چې وو دوی په دوو برخو ویشل شوي وو. دوی پخپله د مختلفو کاندیدانو نه پلوي کوله. نو ستاسې په نظر باندې به په راتلونکي ټاکنو کې دوی همدا کار کوي؟ او بل نظر مې دا دی که چېرته د اسمان نه ملایک هم راکښته شي، زموږ د خلکو دا خصوصیت دی چې تر څو پخپله کامیاب نه شي هغه په هېڅ هم باور نه کوي، په یو نهاد هم باور نه کوي. تشکر. من وحیده فیضی هستم، خبرنگار رادیو سلامتنده. اول سلام تقدیم میکنم. بعد سوالم متوجه آقای محمدی است. اسکندر صاحب اشاره کردن که نظریاتشان باید پذیرفته شود. آیا اگر متوجه شما هم است اگر پذیرفته نشه واکنش شما چی خواهد بود و شما چی تضمینی میدید، چی وعده میدید که پیشنهادات جامعه مدنی را خواهد پذیرفتید؟ تشکر. سوال من مشخصا از آقای محمدی است، اگرچه اندک تکراری هم هست ولی چون اکثرا ولی ایرادات که باید جوابات مشخصا داشته باشند. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی هم رئیس اجرایی و هم رئیس جمهور وعده از این دادن که یک کمیته
بلند نکنم کیا خود کمیشنر شد. تشکر. پیش از اینکه جواب سوال بدم یک تذکر خیلی کوتاه خدمت شما عرض میکنم که من همکار و مشاور حقوقی جناب رئیس جمهور هستم، نه از قوه اجراییه یا از حکومت، و تقاضایی که از همه رسانه ها دارم به خصوص که نقش برجسته در این رابطه دارن که رئیس جمهور محدود به حکومت قوه اجراییه نکنن، چیزی که متاسفانه در 10 سال گذشته یک اشتباهی فاحش صورت گرفت. نه جناب رئیس جمهور میخواد محدود به قوه اجراییه باشه و نه این درست هست. ماده 60 قانون اساسی رئیس جمهور رئیس دولت افغانستان میدانه و مسئولیت حکومت در قدم بعدی است. سوال اولی که دوست ما از روزنامه 8 صبح مطرح کردن راجع به تعویق انتخابات، چیزی که در پیشنهاد اکسین هم آمده، ممکنه یک سری دلایل فنی و تکنیکی داشته باشه تعویق انتخابات، یا ممکنه دلایل سیاسی داشته باشه، اما هیچگاه توجیه حقوقی نداره تعویق انتخابات. در موافقتنامه سیاسی که انجام شد بین هر دو کاندیدای محترم پیش از تحلیف، اونجا یک سری پیش زمینه های برای اصلاح نظام انتخاباتی آمده. توزیع تذکره الکترونیکی یکیش هست، تعیین سرحدات ولسوالی ها و واحدهای اداری گپی دیگر است. من مشخصا از جناب رئیس جمهور حتی پیش از تحلیف پیگیر همین دو موضوع بودم. خواهر ما که خودشون هم رفتن سوال تذکره الکترونیکی رو کردن، چون هر دو به هم مربوطه، مثلا ممکنه یک گپ همی باشه. تذکره الکترونیکی انشاءالله توزیعش به زودترین فرصت شروع میشه. پیش از سفر رئیس جمهور به پاکستان مسئولین مربوطه رئیس خواسته بودن که من در جلسهشون حضور داشتم به ارتباط کاری. آمادگی 100% وجود داره برای شروع توزیعش. همین هفته به امید خدا فرمان یا حکم نشر قانون ثبت احوال جدید هم صادر میشه و تصمیمم برای هست که اداره ثبت احوال مستقل شود و وزارت داخله دیگه کار به ثبت احوال و توزیع تذکره الکترونیکی نداشته باشه. اما مشکل یا ملاحظه جدی در این هست که توزیع تذکره الکترونیکی زمان بر هست. مسئولین مربوطه اظهار آمادگی کردن یا اعلام آمادگی کردن که روزانه 4000 تذکره میتونن توزیع بکنن. شما حساب بکنید اگر جمعیت افغانستان 30 میلیون باشه چقدر زمان ما ضرورت داریم تا همه مردم افغانستان صاحب تذکره شود. اگر بخوایم ظرفیت بشری رو بالا ببریم که تا توزیع تذکره تسهیل شود، نیاز به کادر و نیرو داریم، نیاز به امکانات داریم که ممکنه از این بابت دچار مشکل باشیم. 2-3 آپشن در نظر بود تا رساندیم قضیه رو به این که روزانه 50000 تذکره الکترونیکی توزیع شود. در صورتی که روزانه 50000 کارت الکترونیکی یا تذکره الکترونیکی توزیع شود، حدود 18 ماه زمان داریم. یعنی نیاز داریم که 18 ماه زمان در اختیار داشته باشیم تا پروسه توزیع تذکره الکترونیکی تکمیل شود. آیا تا 18 ماه دیگه انتخابات به تأخیر بیفته؟ آیا تا 2 سال دیگه انتخابات به تأخیر بیفته؟ به چه دلیل؟ مشکل اساسی این هست که تعویق انتخابات اولین قدم برای زیرپا کردن قانون اساسی است و چیزی که رئیس جمهور به هیچ وجه نمیخواهد چنین کاری صورت بگیره، قانون اساسی نقض شود. نه کمیسیون قانون اساسی که جناب قاضی صاحب تشریف داشتن، هرچند دوره اینا تمام شده فعلا از نظر حقوقی مشروعیت نداره کارشان، ولی این کمیسیون به عنوان یک نهاد دارای صلاحیت هست. نه اینا میتونن تمدید کنن دوره پارلمان را، نه استر محکمه میتونن تمدید کنن، مگر اینکه واقعا حقوقدانان ما بشینن راه حل پیدا بکنن که به نقض قانون اساسی منجر نشود. چون روحیه رئیس جمهور که ما میدانم به شدت حساس هست نسبت به اینکه قانون اساسی باید رعایت شود و حاکمیت قانون را به عنوان یک اصل اگر نهادهای دولتی احترام نگذارن، قوه اجراییه، قوه مقننه و قضاییه احترام نگذاره، دیگه از مردم عادی و از کسی دیگه ما هیچ انتظاری نداریم که احترام بگذاره. بنابراین احتمال موافقت با تعویق انتخابات بسیار بعید هست، هرچند ممکنه دلایل فنی و تکنیکی خود عرض کردم داشته باشه.
سوال دومه که تلویزیون یک و اگر اشتباه نکنم تلویزیون خورشید بود یا نور بود با هم مشترک هستند در رابطه با اینکه آیا کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تشکیل خواهد شد یا نه. با قاطعیت میگم از طرف رئیس جمهور که آره این کمیسیون تشکیل میشه و کار خودم شروع خواهد کرد. منتها واقعیت این هست که بیایم تصمیم بگیریم که سهمیه‌ای نگاه نکنیم. اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی سهمیه‌ای شد، خود انتخابات هم سهمیه‌ای میشه، نظام ما هم سهمیه‌ای میشه، دولت ما هم سهمیه‌ای میشه، همه چیز ما برباد میشه. پس عجله نکنیم، بیایم اول یک اجماع سیاسی را داشته باشیم، چون کمیسیون انتخابات کمیسیون تخصصی و مسلکی هست. ما متاسفانه دموکراسی را قومی میفهمیم، دولت قومی میفهمیم، پارلمان قومی میفهمیم، خیال میکنیم که اگر چهره‌های متفاوت و لباس‌های متفاوت بود وحدت ملی تمثیل شده. کم کم رسیده به اینجا که نماز جماعت امام باید از 4 قوم حداقل 2 باشه و الا نماز ما باطل خواهد بود. تصور کاملا غلط است. بیایم واقعا ملت یک پدیده ذهنی روانی است. وحدت ملی هم یک امر ذهنی و روانی و فکری است. با مسائل فیزیکی ما نمیتونیم به این برسیم. اما در رابطه با ایجاد یک کمیسیون و تصمیم جدی رئیس جمهور برای اصلاح نظام انتخاباتی سر جای خود هست. منتها منوط به این هست که اول حکومت تشکیل شود، کابینه تشکیل شود. از این صد که پیش روی ما متاسفانه شکل گرفته به خاطر ادعاهای سهمداران از این بگذریم تا مرحله بعدی کمیسیون ایجاد شود ان شاء الله. تذکره الکترونیکی را عرض کردم. در رابطه با سوالی که دکتر صاحب عالمه داشتند در مورد تبعیض مثبت برای زنان که در بعض قوانین وضعیت تغییر کرده، در رابطه با احقاق حقوق زنان جناب رئیس جمهور تصمیم بسیار جدی داره. ما قبلا هم عرض کردم تصمیمشان هم همین هست که یک از اعضای استر محکمه حداقل یک خانم باشه، 2 نفری که فعلا در همین مدت کوتاه چند روز دیگه باید معرفی شود و 3 نفری که حدود 1.5 سال بعد معرفی میشه در این فرصت. منتها ما با خواهرای عزیز خود عرض میکنم واقعیت قضیه ای است که بیایم همه ما و شما دست به دست هم بدیم از حضور سمبولیک زن و استفاده نمادین از زن جلوگیری بکنیم. به این نمیشه که زن فقط شکلش یا قوارش در اوجا حضور داشته باشه. ما فکر زن، اندیشه حمایت از زن، تفکر حمایت از حقوق زن را باید تقویت بکنیم و زنی را به جاهایی که به نفع زن به اصطلاح یک تبعیض مثبت صورت گرفته برسانیم که او بتونه از این اندیشه نمایندگی کنه، نه از هیئت زنانه. چون نمایندگی از هیئت زنانه خیلی کار ساده است و زن را تبدیل میکنه به یک ابزار مثل اعلانات تجاری که در تلویزیون ها خیلی زیاده. در رابطه با سیستم رأی جایگزین که دوست دیگری ما سوال کردن، گزینه‌های مختلف وجود داره. شما سال گذشته 2 پیشنویس قانون انتخابات داشتین. سیستم‌های رأی‌دهی اکثریتی هست، تناسبی هست. ما میتونیم میکس کنیم، اکثریتی تناسبی کنیم، چون در ریاست جمهوری که وضعیت مشخص اکثریت مطلق است و راه دیگه برایش نداریم. اما مشکل عمده را ما در شوراها داریم، شورای ملی و شوراهای محلی. در اونجا ما باید یک سنگ بنای را بگذاریم که کم کم به انسجام انتخابات ما برسیم، نه به پراکندگی بیشتر. انسجام انتخابات کشورهای پیشرفته الگوی ما و شماست. ایالات متحده آمریکا غیر از جمهوری خواهان و دموکرات دیگه حزب نداره. انگلیس غیر از کارگر و غیر از محافظه کار دیگه حزب نداره. صدها حزب دیگه هم اینا دارن، ولی قدرت بین این 2 حزب این 2 کشور دست به دست میشه. برای اینکه از نظر روانی مردم او جامعه به این نتیجه رسیدن که باید انضباط حزبی حاکم شود، از پراکندگی جلوگیری شود. چرا گروه‌های پارلمانی در پارلمان افغانستان شکل نمیگیره و بسیار ضعیف هم هستند؟ شما نام یک وکیل با احترامی که به تمام وکلای محترم دارم دوره قبلی و فعلی رو ببینید، نام یک وکیل در 3 گروه پارلمانی است. به چه دلیل؟ چون هیچ هم فکری بین خودشان ندارن. ما بیاییم از مبنا یک کاری بکنیم که زمینه همفکری. عرض کردم در عرایض قبلی که پارلمان یک نهاد سیاسی مظهر افکار و تمایلات سیاسی حاکم بر جامعه است. لذا گزینه‌های مختلف وجود داره که من آماده هستم به عنوان یک محصل حقوق در کنار دوستایی که در این رابطه کار میکنن و به عنوان همکار جناب رئیس جمهور که روی گزینه‌های مختلف کار بکنیم و اون مناسب ترین و بهترین و موثرترینش به نتیجه برسانیم. سوال آخر از طرف سلام وطندار بود که خواهر ما سوال کردن. پیشنهادهای نهادهای مدنی راهگشاست برای ما. نه تنها پذیرایش هستیم بلکه خواهانی هستیم که نهادهای مدنی مشارکت داشته باشند در این برنامه ها و کمک کنند به ما.
یکی از نمونه های کاری که مرتبط با حوزه کاری خود بنده در کنار رئیس جمهور هست، در رابطه با اصلاحات عدلی و قضایی در سیستم سارنوالی در محکمه و اینا، ما با نهادهای مدنی که در این رابطه فعال هستند همکاری نزدیک خواهیم داشت، دیدگاه‌های اونا رو میگیریم، نظریات اونا رو میگیریم تا با مشارکت نهادهای مدنی بتونیم نظام بسازیم. فکر یک نفر هر قدر قوی باشه باز هم محدود هست، لذا نهادهای مدنی در تمام زمینه‌ها میتونن مفید و مؤثر باشن و راهگشا باشن و در این خصوص هم پذیرای پیشنهادات و نظریات راهگشایشان هستیم. منتها یک اصل اساسی رو باید مد نظر قرار بدیم که پیشنهاد ما موجب نقض قانون اساسی نشود. و السلام علیکم و رحمت الله. یکی از سوالات بسیار آسان بود برای من، گفتن آیا انتخابات گذشته شفاف بود یا خیر؟ ببینید دوستا، چند شاخصی وجود داره. اگر نتیجه انتخابات برای اکثریت افغان‌ها قابل پذیرش باشه، طبعا گفته میتونیم که انتخابات شفاف است. اگر انتخابات سبب به وجود آمدن یک حکومت شوه به طور مستقیم، میتونیم بگیم شفاف باشه. ولی وقتی توافقات سیاسی جایگزین میشه برای ایجاد حکومت جدید، طبعا میبینیم که نقص وجود داره. بنان آسان گفته میتونیم که انتخابات با تاسف شفاف نبود در گذشته. کمیسیون شکایات عالم جان گفتن که اگر دو مرحله‌ای باشد تورم تشکیلاتی است در پیشنهاد ما، ولی ما فکر میکنم نه، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی به شکایات یک ناگزیری است. چرا حق مرافع خواهی را ما مجبور هستیم در پروسه انتخابات برای شاکی حفظ بکنیم و به همین دلیل مجبور هستیم که در دو مرحله تطبیق شود. کمیسیون قبلی هم شما شاهد هستین که کمیسیون‌های ولایتی داشت، مرحله اول اونا پیش می بردن، کمیسیون‌های مرکزی باز مرحله دومه. ولی اونا کمیسیون‌های دائمی بودن که هم بودجه زیاد می گرفت و همین تشکیلات برای دائمی حفظ می شد که می توانست تورم تشکیلاتی باشه. و در پیشنهاد ما معظمی خاطر گفتیم که هم بودجه کمتر باشه، هم کمیسیون موقت باشه تا از تورم تشکیلاتی و مشکل بودجوی جلوگیری شود. د مدني ټولنې بعضې غړي تراب صاحب وویل چې بېطرفه نه و، یو ګروپ سره حمایت کول، بل ګروپ مخصوصا ناظر ادارات چې دوی هدف و. زه فکر کوم دا خبره په ځای ده. موږ هم د همدې خاطره غواړو چې باید یو نوی میکانیزم د پاسخګویي رامنځته شي چې نه تنها کمیسیونونه بلکې هر هغه بل نهاد چې په انتخاباتو کې کار کوي باید د دوی خپله بېطرفي وساتي. که بېطرفي نه ساتي دوی سره قانوني برخورد وشي. زموږ د دوستانو په پیشنهاد کې یو مسله واضح وه که چیرې د کمیسیون د انتخاباتو د نظارت صلاحیت تفسیر شي، په قانون د تشکیل صلاحیت کې واضح شي، یو برخه د دې نظارت کېدای شي معطوف همدې ته شي چې هغه نهادونه ناظر نهادونه چې قوانین نقضوي، اصول د رفتار نقضوي، دوی سره قانوني برخورد وشي. دا یو د حل لاره کېدای شي. کمیته گزینش گفتن دوستا گفتن که با کیا میسازین افراد. خب ببینید در قبل ما یگانه تلاش ما این بود که بهترین موقفایی که میتونه استقلالیتشان ظاهرا در مقابل حکومت، در مقابل گروه‌های سیاسی تضمین است. مثلا کمیسیون قانون اساسی را رئیسش است این رئیس جمهور با وجود از اینکه تعیین میکنه، پیش معرفی میکنه، پارلمان رای میده، ولی صلاحیت عزلش کس نداره. بنابراین بهترین پوزیشن بود که ما در کمیته گزینش داشتیم. یا کمیسیون حقوق بشر، کسی که در رأس ازی بود کسی است که رئیس جمهور یا غیره تعیین میکنه، صلاحیت عزلش نداره، در اجراتش مستقل است. خب ما گفتیم که این شاید بهترین کسی باشه که بتونه در مقابل فشار حکومت و کسای دیگر مقاومت کنه، اما با تاسف که نکردن، مسئولیتشون به خودشان است. بنان نمیشه در افغانستان ما اون نهادهایی را تعیین میکنیم که ظاهرا در قوانین صلاحیت کامل دارند در مقابل حکومت و گروه‌های سیاسی. این که باز افراد خدا ناخواسته نمیتونن این صلاحیت‌هایشان اعمال بکنن، این مشکلشان چیز است. نمیشه ملایکه بیاریم از دیگه جا. در رابطه با اینکه پیشنهادات جامعه مدنی اگه قبول نشد، این بار بسیار امیدوار هستیم، چرا صدمه‌ای که از انتخابات هر دو گروه حاکم در حکومت خوردن شاید از ما کرده باشن که متاسفانه در قانون انتخابات در ماده 14 شرایط و اوصاف کاندید شورای ملی را در اونجا یادآور شدن که تقریبا 3 شرط هست. این 3 شرط اولیش میگه که برای افغانستان باشه کاندید شورای ملی و حداقل 10 سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن رابط دولت افغانستان را کسب کرده باشه.
یعنی دیگر در این قسمت تذکری دیگه نرفتم، خاص به دلیل اینکه شهروندان حق داشته باشه در عرض و در مرحله انتخاب کردن و انتخاب شدن قرار بدن. در این ارتباط چیزی در قانون انتخابات نیامده و فکر کنم شفافیت رای بگیره. یعنی واقعا هر کس خودش رای بده و صاحب رای خود باشه. یک رای متعلق به یک نفر باشه و هیچ کسی حتی رای دهنده و حتی کارمندان کمیسیون انتخابات و کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی صلاحیت تغییر و تبدیل و جابجایی رای یک نفر نداشته باشه. هیچ اشکال نداره به نظرم که او زبان ما احساس نگرانی بکنیم که رای ما را کسی دیگر به اساس میل خاص خود رو استعمال بکنه و به شمارش بگیره. او زمان جای نگرانی است که کسی از یک ولایت دیگر بیاد در یک جای دیگر ممکنه رای مردم را با خود نداشته باشه، اما از آدرس همون ولایت و اساس زدبندهایی که با کمیسیون انتخاباتی کارمندای کمیسیون انتخابات داشته باشه او یک کرسی را تصاحب بکنه. این یک مطلب دیگه در ارتباط خواهر مطلب ما گفتن که سن کمیشنرها را عملی به عنوان یک ایده مطرح شدن روی مواردی که باید تعدیل بیان و نظرات مشورتی را ما بگیریم و بخاطر امروز زمین نشست برگزار شد که در قسمت سین در قسمت کمیشنرها اینا کمیسیون شکایت انتخاباتی باید تجربه و پیشینه کار قضایی و عدلی را داشته باشن نداشته باشن، کمیته گزینش آیا و کمیتی که از باید باشن یا تعمیم داده شوند چی کسانی دیگر به ما پلیسی جرگه کمیسیون عدلی و قضایی وقتی که امکان تشکیل سرعت میساختن یک طرح همی بود که رؤسای احزاب سیاسی که ثبت راجستر وزارت عدلیه دارن اونایی که 2% نماینده در داخل هر دو اتاق شورا داشته باشه اینا صلاحیت داشته باشه عضو کمیته گزینش باشن. اما پارلمان افغانستان موضوع را نپذیرفت که میشه یک مقدار دایره را وسیع‌تر کرد و او زمان بیشتر چهرهایی که با عنوان کاندیدا مطرح است در کارکرد از اینا، شخصیت از اینا، تحصیلات از اینا، تجربه از اینا، گذشته از اینا بیشتر اونجا بحث بکنن، افراد بهتر و بهترتر انتخاب بکنن تا اینکه اونا هم انتخابات را مدیریت بکنن و هم انتخابات را نظارت بکنن. این هیچ وقت منافات نداره با اینکه کسی که سنش پایین‌تر باشه و همچنانی که در رای دادن موجود شرایط رای دادن هست حقش طلب شده باشه. این به عنوان یک معیار مثلا برای رئیس جمهور یک مملکت در حالی که نمایندگی از اقشار مختلف جامعه هم از طبقه زن، مرد، جوان از همه را میکنه، اما میگه که سنش باید چی را تکمیل کرده باشه. بخاطر اینکه به یک فرآیندی از پختگی باید برسن او افراد باید بتونه یک جامعه را رهبری بکنن، مراد پیش کنن از یک تجربه بالاتر برخوردار باشه. این به عنوان یک نظریه هست. نمی‌فهم کار نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، خب مسئولین حکومت وحدت ملی خود ما مشورت از اینا نظرات از اینا میگیریم، چنانچه که امروز با شما هم مشورت اینا در این مورد چی میگن ما منتظر ارائه نظرات همه دوستا هستیم. اگر در صورتی که این به عنوان یک مورد مفید تشخیص داده شود و ما این مشورت بدن طبعا ما در داخل پارلمان افغانستان میره بحث کردیم. اگر مورد قبول واقع شود تغییری در سن کمیشنران می اگر مورد توافق واقع نشود طبعا اون سنی که 30 هست اون 30 لحاظ خواهد شد و باقی خواهد ماند. دیگر دو سوال متوجه ما بود مردم سوال محمد عبدو چنین سره مو خبر ترلاسه کړ چې د میرمن شکریه بارکزی په حامل موټر باندې تروریستي برید شوی و او د خپله او د کورنۍ نور غړي زخمیان شوي دي. دا موږ ته دا خبره په ډاګه کوي چې د افغانستان دشمنان غواړي چې موږ زموږ اواز او خصوصا د هغو خلکو اواز چې د افغانستان د خلکو د زړونو نه راوځي هغه خفه کړي. فکر کوم دوی خطا وتلي دي. موږ او تاسې په ضرورتیا سره خپل هغه کار چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي او افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساساتو په ګټه وي هغه کار ته به ادامه ورکړو او د لوی خدای نه د دوی او د دوی د کورنۍ د ټولو غړو د شفا دعا کوو. منم. تشکر. از بقیه دوستانی که نقطه نظرات بیشتر از 140 نهاد مدنی را که مربوط تحت چتر اکسن فعالیت میکنن اینا ارائه کردن در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و دوستانی که به نمایندگی از شبکه اکسن نمایندگی کردن در مورد مسائل مختلف اصلاحات انتخاباتی بحثایی داشتن. این نقطه نظراتی بود که در طی چند روز بین نهادهای جامعه مدنی در شبکه اکسن بحث شد و بالاخره به نمایندگی از شبکه اکسن دوستان موارد ارائه کردن.
جا داره که از دفتر دموکراسی اینترنشنال هم تشکر کنیم که همچون زمینه را بر ما فراهم میکنند تا اینکه ما بیشتر حرکات دموکراتیک را تمرین کنیم و بالاخره در نهایتش به یک نقطه برسیم که بتونه در پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک و معرف‌های دموکراتیک مسئولیت داشته باشه. یک جان سپاس از دفتر دی‌آی و دوستایی که دیگر همکار بودن. سه مورد کوتاه در سه جمله از اینکه در انتخابات بیشتر داخل بودیم از آغازش، سه مورد بهش اشاره کنیم که کمی وضاحت داده شد. یک، تفکیک تذکره الکترونیکی و لیست رای دهندگان. ما یک کمی روشن‌تر اگر اینو بسازیم، در گذشته ها یک بهانه‌ای که وجود داشت احصایه بود یا نفوس شماری دقیق صورت نگرفته بود و ما نمیتونستیم لیست رای دهندگان داشته باشیم و داشتن لیست رای دهندگان میتونه بیشتر از 50% شفافیت انتخابات را تضمین کنه. حالا بهانه‌ای که داریم برای لیست رای دهندگان تذکره الکترونیکی است. اگر قرار باشه یک شهروند تذکره برش داده شد 20 دقیقه وقت میگیره تا خانه پوری شد. من فکر میکنم ما نمیتونیم در انتخابات پارلمانی و یک انتخابات یا دو انتخابات دیگه موفق خواهیم شد که شاهد تذکره الکترونیکی با مشکلات تکنیکی که وجود داره باشیم. پس بحث داشتن لیست رای دهندگان یک مورد کاملا متفاوت است که ما میتونستیم در گذشته ها میره ایجاد کنیم، ما میتونستیم از طریق تذکره هایی که فعلا وجود داره هم ایجاد کنیم و ما میتونیم با توزیع جدید کارت های ثبت نام با کیفیت بالا برای رفتن به انتخابات پارلمانی شاهد یک لیست رای دهندگان باشیم که تصمیم کننده شفافیت انتخابات در پروسه باشه که یک مورد مشخص است. بحث دومی کوتاه بهش اشاره کنم، بحث در وضعیت قرار دادن بد و بدتر است. ما در یک دهه که گذشت تلاش صورت گرفت که ما را در دو وضعیت قرار بده، یا بد یا بدتر. نمونه زندهشم انتخابات 2014 یا با هم کنار بیم یا وضعیت افغانستان بدتر میشه. حالا نگرانی ما نهادهای جامعه مدنی از این است که نشه که رفتن به اصلاحات کلیدی و اساسی ما را باز هم در وضعیت بدتر قرار بده. یا انتخابات مطابق قانون اساسی برگزار شود که وقت بیشتر نمیتونیم برای اصلاحات داشته باشیم، یا اگر اصلاحات ایجاد میشه و اصلاحات آورده میشه باید به چند ماه انتخابات به تأخیر بندازیم. اینکه چه تضمینی بر شفافیت وجود خواهد داشت معلوم نخواهد بود. مسئله اساسی دیگر سیومی که کوتاه برش اشاره میکنم، ما در گذشته ها نهادهای جامعه مدنی دادخواهی کردن، پیشنهادات خیلی موثری داشتن برای بهبود چارچوب حقوقی انتخابات و با فعالیت‌های دیگر انتخاباتی. اما زمانی که تصمیم گیری صورت میگیرد در مورد اصلاحات، بیشتر اصلاحات شخصیت محور و برمیگرده به حلقه سیاسی خاص که بتونه از او اصلاحات نفع ببره. حالا پیشنهاد ما این است که اگر اصلاحات ایجاد میشه در مسائل انتخاباتی، مخصوصا در چارچوب حقوقی انتخابات، باید پروسه محور باشه که پروسه تقویت شود، نه شخص و نه کدام حلقه سیاسی. امیدوارم که به این نقطه توجه بیشتر از طرف حکومت وحدت ملی افغانستان صورت بگیرد. دوستا، امروز ما از نهادهای مختلف، از نهادهای دستاندرکار انتخاباتی در این محفل اشتراک کردن و حضور داشتند. نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، حکومت وحدت ملی افغانستان، وکلای محترم از شورای ملی و از مشران جرگه و همچنان دوستا از نهادهای جامعه جهانی، اینا رسانه‌های همگانی، اکثریت نهادهای دستاندرکار ما در پروسه داشتیم. تا از کمیسیون مستقل انتخابات، سم شرکت افغانستان و کمیسیون رسانه‌ها دوستای اینجا حضور داشتند. یک صدای واحد که برملا شد از همه و همه روش تاکید کردن که ما چی میخوایم؟ خواست از اونو اصلاحات، اصلاحات، اصلاحات بود. همه خواهان اصلاحات در انتخابات هستند. به این معنی که این اصلاحات در اولیت مردم افغانستان قرار دارد. مورد دومی که برش اشاره شد، آمادگی. از حکومت وحدت ملی شروع تا شورای ملی افغانستان، نهادهای جامعه مدنی، نهادهای بین‌المللی، همه اعلام آمادگی برای اصلاحات انتخاباتی کردند. دو صدای واحد ما داریم و یک قدم مثبت برای رفتن به یک انتخابات شفاف و آزاد عادلانه هست در کشور ما. مسائلی که تحت پوشش قرار گرفت، دوستان روش تفاهم کردند، تاکید کردند و باید تجدید نظر صورت بگیره. چند مورد
مشخص است و اصلاحات آورده شد. قوانین انتخابات روش بحث 2 ساعت تاکید کردن، کمیته گزینش، ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی، داشتن لیست رای دهندگان، سیستم رایدهی، میکانیزم ها چه مربوط به شکایات و مسائل دیگر، با تأخیر انداختن انتخابات پارلمانی به خاطر داشتن وقت کافی برای اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات شورای ولسوالی که یکی از مسائل بسیار عمده برای تامین دموکراسی در افغانستان میتونه باشد، در کنار انتخابات شورای ملی، اعتماد سازی، جوابده بودن کمیسیون‌های انتخاباتی برای مرجع مشخص بیشتر تاکید صورت گرفته باشد، صلاحیت‌های ناظرین که یکی از مسائل بسیار مهم است که دوست ما در این مورد اشاره کردن، ایجاد کمیته پارلمانی که بتونه کمیسیون‌های انتخاباتی را پاسخگو قرار بده. بحث بسیار مهم ماده 156 قانون اساسی که یکی از دوستای ما در پنل روش اشاره کردن، مسئله مجری و ناظر قاضی که بحث بسیار حیاتی و مهم است در این مورد. کمیته اصلاحات انتخاباتی در حکومت وحدت ملی که روش برش اشاره شد و تاکید شد. بحث مکافات و مجازات یکی از مسائل بسیار ارزنده بود که باید وقتی که کسی مشکل ایجاد میکنه، تقلب میکنه، باید جزاش مشخص شه و جزای جرمی بروز داده شه. مسئله دیگه که دوستا اشاره کردن برش که انتخابات نباید بهش پروژه‌ای فکر شه. انتخابات به عنوان یگانه بدیل برای دخیل ساختن مردم در حکومتداری ها در سطوح مختلف، ما نباید برش پروژه‌ای فکر کنیم تا اینکه بتونه یک سرنوشت خوب برای کشورمون داشته باشه. مسئله دیگه که بهش اشاره شد، تفکیک صلاحیت‌های کمیشنرها، رئیس دادگاه، اینا باید تفکیک شد. میارها برای اعضایی که کمیشنر میشن، برای افرادی که در کمیسیون مستقل انتخابات و اسامی شکایات افغانستان میباشن. در رابطه با میکانیزم‌های نظارتی صحبتش صورت گرفته توسط دوستا. تاکید روی تذکره الکترونیکی بوده که امیدوارم که به شعار تبدیل نشه. و قول آقای شریعتی که یک مورد یک بار گفتیم، باز چند باری که تکرار کردیم، او اول عادتت میشه، باز از او باز وقتی که با عادت تبدیل شد او با شعار تبدیل میشه، وقتی که با شعار تبدیل شد دیگه جنبه عملی نمیگیره. امیدوار هستم که تاکید بیشتر توسط تیم تکنیکی صورت بگیره و حکومت افغانستان روش باید پابند باشه. و چیزی که بسیار مهم است، هر آنچه که در این مجلس دوستا گفتن همه تفاهم کردن، از حکومت وحدت ملی تا نهادهای جامعه مدنی، شورای ملی، همه. امیدوار هستم بعد از اینکه ما میریم از این محفل پیگیری ها داشته باشیم. پیگیری مواردی که در اینجا اشاره کردیم بهش توسط نهادهای دستن در کار میتونه دستاورد بزرگ برای کارکردهای ما، برای دموکراسی ما و برای انتخابات ما در افغانستان باشه. پیگیری که نهادهای جامعه مدنی داره، شبکه اکسن که بیشتر از 140 نهاد در این عضویت داره، اینا چند پیگیری در این مورد می داشته باشه. همین پیشنهادات روش کار میکنن، توحید میکنن، ترتیب میکنن. یک کاپیش برای شورای ملی افغانستان، یک کاپیش برای شورای اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان و تلاش میکنه که برای پیشنهادات دادخواهی صورت بگیره. مشوره های بیشتر اینا نیاز دارن، با نهادهای دست در کار مشوره میکنن تا اینکه بتونن به یک تصویر کلی از پیشنهادات کلیدی و اساسی برای اصلاحات انتخاباتی در افغانستان به دست بیارن و شاید تغییرات بیشتر در انتخابات باشه. مسئله دوم که بسیار حیاتی است، میتونه برای نهادهای جامعه مدنی یکی از وظایف اساسی باشه، اعتماد سازی است. بدون شک انتخابات 2014 به اعتماد مردم نسبت به انتخابات و نهادهای انتخاباتی صدمه وارد کرد. بنابراین این وظیفه نهادهای جامعه مدنی است و وظیفه شبکه اکسن است که روی بعضی از میکانیزم ها کار کنه، روی بعضی از طرح‌ها کار کنه که اعتماد سازی بکنه و ما شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات آینده افغانستان باشیم. و بعدش ما همین فعالیت‌ها را و همین تلاش‌های خود ان شاءالله از طریق یک اعلامیه مطبوعاتی خدمت رسانه‌ها و از طریق رسانه‌ها خدمت ملت شجاع افغانستان ارائه خواهیم کرد و با آرزوی ازی که ما بتونیم شاهد تغییرات و اصلاحات مثبت
در انتخابات افغانستان باشیم و ما را شاید یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه بکنه. بسیار تشکر از این مستند برای شما از طرف شبکه اکسین تقدیم گردید.